الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب و صحتمند باشین و شاگردانی که در صنف با ما حضور دارن خوب و صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بخیر آمدین؟ بسیار خوب. امروز تعلیم و تربیت اسلامی صنف هفتم درس 18 صفحات 46 الی 47 کتابتان هست و موضوعات را که امروز میخوانیم هم بفهمین که کدام موارد بوده و چی درس‌هایی را ما امروز میخوانیم و موضوعات ما چی هست. و قبل از او یک مرور به درس گذشته ما هم داشته باشیم. این که درس گذشته ما کدام موارد را خواندیم و چی چیزها یاد گرفتیم. درس گذشته ما نماز وتر و سنت ها بود. ای که نماز وتر چگونه خوانده میشه، ترتیب نماز وتر چگونه هست، چند رکعت هست و در مورد از ای که باید چگونه او را ادا بکنیم هم خواندیم و آموختیم. در آخر در جریان درس ما در رابطه به دعای قنوت هم آشنایی حاصل کردیم. ای که دعای قنوت باید چگونه خوانده شد و براتون هم خواندم و موارد بعدی که سنت ها را هم اشارات برای صورت گرفت و در مورد سنت ها هم صحبت کردیم که ما سنت های مؤکده و سنت های غیر مؤکده داشتیم و پیرامون هر کدام از اینها صحبت های بسیار زیاد مفصله هم صورت گرفت. به اینکه ما نماز وتر را میخوانیم گفتیم که در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله مثل نمازهای عید واجب هست. یعنی این نماز وتر در جریان از اینکه نماز خفتن را ما ادا میکنیم رکعت‌های آخریش نماز وتر هست که با مو ترتیبش و یا ای که اشکال را که در روز قبل براتون معرفی کردم و اشارات صورت گرفت درس گذشته ما را خواندیم و آموختیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس شاگردای عزیز درس امروز تعلیم و تربیت اسلامی صنف هفتم درس 18 صفحات 46 الی 47 کتابتان هست و قبل از او کتابچه هایتان را با خودتان داشته باشین. اگر نکته هایی را که مثلا در جریان درس براتون مغلق و سخت باشه نفهمیدین میتونین سوال بکنین تا ای که درس را به وجه احسن به وجه نیک و خوبش یاد بگیرین و مشکل باقی نمانه. آماده هستین درس آغاز بکنیم شاگردا؟ بسیار خوب. درس امروز ما را آغاز میکنیم و با مو عنوان را که براتون هم دوباره حالا میگم که عنوان درس ما هم نماز تراویح و نمازهای قضایی هست که شامل اهداف ذیل میشه. نماز تراویح، وقت نماز تراویح، تعداد رکعت‌های نماز تراویح، نمازهای قضایی و کیفیت آن و مورد آخر که امروز ما میخوانیم هست که چیزهایی که ترتیب را ساقط میسازه را هم امروز بحث میکنیم و صحبت میکنیم. پس بسیار زیاد دقت کنین تا اینکه درس را هم خوب یاد بگیرین. شروع میکنیم به اینکه نماز تراویح و نمازهای قضایی. نماز تراویح کدام نماز هست و چه خصوصیت ها و چه ویژگی هایی را داره هم صحبت میکنیم. نماز تراویح در ماه مبارک رمضان سنت مؤکده هست. در مورد سنت مؤکده در درس‌های قبلی بسیار موارد بود که براتون اشاره کردم و مثال هم داده شد. و چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین به او پابندی داشتن و ادا میکردن نماز تراویح را و همچنان ادای آن باعث جماعت ادایش با جماعت از جمله سنت ها می باشه. مسئله ای که در کتابتان وجود داره ای هست که نفل بعد از شروع کردن لازم هست. یعنی ارگاه ما یک نفل را میخوایم آغاز بکنیم و شروع بکنیم، اگر کسی که یک بار را مثلا شروع میکنه بعدا پس دوباره او را فاسد میکنه، قضاییش بالایش لازم هست. یعنی هر باری که ما بخوایم یک نماز را آغاز میکنیم، یک نماز نفل شروع میکنیم، نیتش به این هست که ما نماز نفل میخوانیم و بعد رو فاسد میکنیم یا با هر موردی که بیرونی هست نماز ما را این قضاییش بالای ما میایه و ما قضایی را باید ادا بکنیم. وقت نماز تراویح در ماه مبارک رمضان بعد از نماز خفتن و پیش از نماز وتر ادا میشه. حالا هم ترتیبش هم میفهمیم که چگونه باید خوانده شود و چگونه باید این نماز را ادا بکنیم. تعداد رکعت‌های نماز تراویح را هم بفهمیم. تراویح 20 رکعت هست و 2 رکعت با یک نیت و سلام ادا میشه. و بعد از هر 4 رکعت چند لحظه می نشینیم. یک استراحت بسیار کوتاهی هم دیگه داریم که میتونیم در این استراحت که ما داریم
تلاوت قرآن کریم را انجام بدیم، ذکر اذکار را بگوییم و ای که درود بفرستیم یا هر موردی که ما میتونیم یک راحتی احساس بکنیم تا ای که بریم به مرحله بعدی نماز. و بدی طریق با 10 سلام و 20 رکعت این نماز تراویح تکمیل میشه. و بعد از او نماز وتر را با جماعت میخونن و به یاد داشته باشین که غیر از ماه رمضان نماز وتر با جماعت خوانده نمیشه. اینها همش مواردی بودن که در لابلای درس ای که ما در درس های قبلی هم یک اشارات به نماز تراویح داشتیم و گفتیم که سنت مؤکده هست و این را با جماعت میخوانن و ادا میکنن. و در مورد تعداد رکعت‌هاش هم فهمیدین که تعدادش 20 رکعت هست، 2 رکعت و با یک نیت و یک سلام ادا میشه. خوب است که این نکته هم فهمیده باشین و مشکل باقی نمانده باشه. نمازهای قضایی چی هست و ای که کیفیت نمازهای قضایی چگونه هست و باید چگونه ادا شود. نمازهای قضایی ما زمانی که نظر به یک شرایط سخت که به ما پیش شده، وقت نماز تنگ شده که نتونستیم نماز خود را ادا بکنیم، وقت نماز دیگه داخل شده یا ای که بنا به هر مشکل دیگه که به وجود آمده ما نماز ما از پیش ما قضا شده و از دست دادیم. و حالا ببینیم که این نمازهای قضایی را باید چگونه بخوانیم و ادایش چگونه هست. هرگاه نماز کسی قضا شود و در یک وقت فرصت پیدا کرد که قضایی از را بخوانه، یعنی میتونه که قضایی نمازهای خود را ادا بکنه به جز همون 3 اوقات ممنوعی که ما در روز قبل هم ذکر کردیم که در اوقات ممنوعه نمیشه که نمازهای قضایی و یا نمازهای دیگه را ادا بکنیم. و در او اوقات ما منع صورت گرفته از طرف خداوند متعال، چون اوقات هست که ما نمیتونیم در او اوقات نماز را هم ادا بکنیم. روز قبل پیرامون از این که نماز قضایی وقتهای مکروه کدام هست همش صحبت کردیم و هیچ نکته باقی نمانده که شما نفهمیده باشین. کیفیت ادای نمازهای قضایی را هم بفهمیم شاگردای عزیز. این که رعایت ترتیب در نمازهای قضایی واجب هست، یعنی ما دقت و فکر بکنیم که کدام نماز ما از کدام وقت باقی مانده و قضا شده است پیش ما تا ما بتونیم به ترتیب همون نمازهای خود را ادا بکنیم. هرگاه یک شخص کمتر از 6 وقت نماز قضایی داشته باشه صاحب ترتیب گفته میشه، یعنی همون کمتر از 6 نماز اگر داشته باشه میگیم که این صاحب ترتیب هست و رعایت ترتیب به او واجب میشه. یعنی اول باید کدام نماز که از پیشش رفته او را ادا بکنه، بعد کدام نماز و بعد به این سلسله باید به پیش بره. و معنی ترتیبی هست که نمازهای قضایی را پیش از نمازهای وقتی ادا بکنیم. یعنی ترتیبش همین هست که نمازهای قضایی را پیش از نمازهای وقتیش ادا بکنیم. یعنی ما یک نماز پیشین از نماز دیگر یا از نماز شام از ما قضا شده و از دست ما رفته، ما باید به اساس ترتیب بفهمیم که اول کدام نماز را ما قضا کرده بودیم، بعد کدام نماز از پیش ما قضا شده، تا اینکه در نمازهای وقتی را بعد از اون ما میتونیم نمازهای وقتی خود را ادا بکنیم. و گفتیم که ترتیب به قسمی هست که نمازهای قضایی را پیش از نمازهای وقتی باید ادا بکنیم و در بین خود نمازهای قضایی هم ترتیب را باید رعایت بکنیم. یعنی به این معنا که نمازهایی را که ما بیشتر قضا کردیم اول همونها را ادا بکنیم، بعد نمازهایی که در وقتشان باید خوانده شود هم اونا را ادا بکنیم. این به خاطر هست شاگردای عزیز که ما با ترتیب و بسیار زیاد منظم بودنش نمازها را بجا کرده باشیم و به وقت مشخصش هم سپرده باشیمش. زمانی که اول ما نمازها از پیش ما قضا میشه و نماز از پیش ما میره، ما امو لیست و یا امو آدرس دقیقش باید بفهمیم که کدام نماز از کدام وقت قضا شده و کدام وقت نماز بوده. نمازهای ظهر بوده، عصر بوده، شام بوده، خفتن بوده و کدام نمازها بوده. این رو باید بفهمیم و بعد از او اول نمازهای قضایی و بعد نمازهایی که وقتی هست را ادا بکنیم. شاگردای عزیز درس و مواردی که ساقط میکنه، ترتیب را ساقط میکنه را هم بفهمیم. چیزهایی که ترتیب او ساقط میشه، مورد اول است که هرگاه تعداد نمازهای قضایی شده غیر از وتر به 6 برسه، یعنی هرگاه ما در مورد پیشتر هم صحبت کردیم که یعنی کمتر از 6 باشه، اینجا هرگاه تعداد نمازهای قضایی شده غیر از نماز وتر به 6 برسه، در این صورت همون ترتیب ساقط میشه. مورد بعدی زمانی که نمازهای قضایی از انسان فراموش شود، یعنی به فکر گمانش هم
نیاید که من چه تعداد نماز را از من قضا شده و از دستم رفته. این هم ترتیب نمازهای ساقط شده قضایی هست. و مورد سوم و مورد آخری هست که زمانی که وقت تنگ شده باشه و هر دو نماز در یک وقت ادا شود، در این حالت هم همون ترتیب ساقط میشه و مراحل هست که ما در درس مرور کردیم و خواندیم. شاگردای عزیز، درس امروز اینجا به پایان میرسانیم و درسمان را یک جنبندی بکنیم امروز که ما کدام موارد را خواندیم و چه چیزهایی را امروز از این درس یاد گرفتیم و آموختیم. در قسمت نماز تراویح هم خواندیم ای که نماز تراویح در ماه مبارک رمضان از جمله سنت‌های مؤکده بوده، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین به پابند بودن و او را انجام میدادن و همچنان ادای نماز با جماعت نیز از جمله سنت ها می باشه که مسلمان ها این را به شکل جماعت ادا میکنن. و حتی مسئله را همینجا ما خواندیم که نفل های را که ما شروع میکنیم و بعد اونها را فاسد میسازیم، قضاییش بالای ما هم هست. و در مورد تعداد رکعت‌های نماز تراویح هم صحبت کردیم، ای که نماز تراویح 20 رکعت هست، دو رکعت با یک نیت و سلام ادا میشه و بعد از هر 4 رکعت که دو رکعت را ما ادا میکنیم یک وقفه یا یک استراحت کوتاه، یک راحت کردن خود هست اونجا. زمانی که ما در این وقفه میشینیم میتونیم از آیات قرآن کریم، ذکر و اذکار و یا یک مورد باشه میتونی تا سکوت اختیار بکنی، آرام باشی تا یک آماده شوی و 4 رکعت یا 2 رکعت بعدی نماز. یعنی این استراحت به خاطر از این هست که انسان هایی که ما مسلمان هایی که تراویح را انجام میدیم و میخوانیم در جریان تراویح خسته و کسل نشیم و این وقفه و فاصله به این هست که ما امو خستگی ها را در این فاصله از بین ببریم تا ای که بر 2 رکعت و 4 رکعت نماز بعدی ما به شکل بسیار زود خوبش آماده و راحت باشیم و نماز را به شکل درستش انجام بدیم. نماز خواندن به این نیست شاگردای عزیز که ما فقط از سر تیر کنیم و نماز را خلاص بکنیم، بلکه نماز خواندن اصلی و دقیقی هست که ما نکاتی را که در نماز وجود داره، نکاتی را که الله متعال در ترتیب نماز هست را ما در نظر بگیریم. یعنی مورد نشه که ما بسیار به سرعت از سر نماز بگذریم و هیچ نفهمیم که ما چی را خواندیم، کدام رکعت ها را خواندیم، کدام سوره ها را خواندیم و رکوع و سجده ما به چه شکل بوده. اینها موارد هست که باید بسیار دقت صورت بگیره، نه تنها در نماز تراویح، در تمام موارد نمازهایی که ما داریم باید دقت بکنیم به ترتیب با الفاظ بسیار زیاد خوب منظمش و ای که ما یک نماز منظم و یک نماز خوب به الله متعال و ای که با الله متعال هم کلام میشیم حرف و سخن بسیار خوب باشه، آیت ها، سوره ها، رکوع، سجده همش به ترتیب و بسیار زیاد منظم و خوب باشه. و در مورد بحث‌های امروز هم براتون گفتم که امروز ما کدام موارد را خواندیم، قضای نمازها را هم خواندیم. زمانی که نمازها قضا میشه وقت‌هایی هم وجود داشت که ما میتونیم قضایی‌هاش ادا بکنیم، مگر در اون اوقاتی که منع شده را نمیتونیم نمازها را بخوانیم و ادا بکنیم. این هم بود درس امروزتان شاگردای عزیز. در قسمت آخر یک کارخانگی هم شما دارین، کارخانگی هایتان را نوشته بکنین. حکم نماز تراویح چیست؟ دوباره میخوانم، حکم نماز تراویح چیست؟ این هم بود کار خانگیتان. دقت بکنین و بسیار منظم بودنش حل بکنین تا ای که نکته باقی نمونه که شما مورد را نفهمیده باشین. شاگردای عزیز درس همینجا خاتمه میتیم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.